با هم بریم تهیه این شیرینی لطیفه خامه‌ای رو بهتون آموزش بدم. مواد لازم: 4 عدد تخم مرغ، 120 گرم آرد، 80 گرم شکر، 40 گرم نشاسته ذرت، یه بسته بیکینگ پودر، وانیل، لیمو ترش و خامه برای مواد داخلی. خامه 250 گرم. اول تخم مرغ رو ور می‌داریم و سفیده و زرده رو از هم جدا می‌کنیم. همونجور که دیدیم تخم مرغم افتاد تو سفیده. یه بطری آب برمی‌داریم، بطری آب خالی. خب برش می‌دارید میندازینش تو اون یکی. خیلی راحت، یه ترفند ساده و از این بطری هم دیگه نمیشه استفاده کرد. همونجور که طبق تصویر دیدید این کارو میتونید بکنید وقتی ذرتتون افتاد اشتباهی تو سفیده. ولی بازم ادامه داستان. باز دوباره تلاش کنیم ذرت و سفیده رو جدا کنیم و بعد حواسمون رو جمع کنیم که سر نخوره. این یکی هم نزدیک بود سر بخوره. خب الان زردا رو میذاریم کنار و سفیده رو برمیداریم و باید با 2 قاشق غذاخوری آب لیمویی که کنار گذاشتیم هم بزنیم تا فرم بگیره. خب لیموها رو اضافه میکنیم و شروع میکنیم هم زدن سفیده ها. وقتی که سفیدمون اینجوری فرم گرفت نصف شکرمون رو بهش اضافه میکنیم، کلش رو نه چون نصف دیگرش رو برای زردم نیاز داریم. همانقدر بسته و دوباره شروع میکنیم به هم زدن و تا جایی هم میزنیم که قشنگ فرم بگیره. سفیدمون که این شکلی شد میذاریمش کنار، قشنگ فرم گرفته و زردمون رو شروع میکنیم به هم زدن. بهتون نشون میدم. الان زردمون رو با نصف شکری که کنار گذاشتیم و 1.5 قاشق شکر وانیلی من همینجوری میزنم چون چشمی میشه و شروع میکنیم به هم زدن که فرم بگیره. وقتی زردمون به این غلظت رسید و این شکلی شد سفیده رو آروم آروم بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم به دورانی هم زدن که قشنگ با هم مخلوط شن. سفیده رو تو چند مرحله بهش اضافه کنید چون اینجوری پفش نمیخواد. تا جایی باید هم بزنید که دیگه هیچ رنگ سفیدی تو زرد معلوم نباشه. وقتی زردمون این شکلی شد، زرد و سفید رو کلا با هم قاطی کردیم، مواد خشکمون رو با هم قاطی میکنیم و آروم آروم الک میکنیم. همش با هم همه رو میریزیم یه جا.
و آروم آروم هم مخلوطش میکنیم هم آروم آروم روی مواد خامه‌ایمون ملک میکنیم. تو هر دور کم کم بهش اضافه کنیم که اینجوری بهتر جذب بشه و به صورت دورانی باید هم بزنید. و جایی هم می‌ذاریم که موادمون به این غلظت برسه. وقتی اینجوری شد یعنی آماده است. مواد خمیریمون رو به یک قیف منتقل میکنیم. میکسش کنم، بیارمش به سمت بالا، بقیه موادم اضافه میکنیم. فعلا همینقدرش بسه که یهو نریزه. تا یه سینی کاغذ روغنی میریزیم و موادمون رو به شکلی که بهش بودم وارد میریزید رو. من چون دلم میخواد یه فرم خیلی قشنگ و گرد داشته باشه از هم وانره، توی قالبای گرد میریزم. یه ذره تهش رو با کره چپ میکنم که نچسبه. به جذب ظرف بگیره و شروع میکنین پر کردن. خونه ها رو پر کردید، مجدد روش پودر قند علک کنید و بذارید تو فر از قبل گرم شده تو دمای 180 درجه. تا زمانی که تو فرن ما باید خرابکاری‌های پشت صحنه رو جمع جور کنیم. و وقتی که خنک شدن آروم آروم وسطاشون رو با خامه پر میکنیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعد، خداحافظ.